درود بر شما، امیدوارم هر جایی هستین سلامت و پایدار باشین و حال دلتون خوب باشه. جلسه اول اومدم در مورد برنامه‌ریزی درسی کنکوری یه مقدماتی رو مطرح کردم، بهتون گفتم اصولش چطوریه، به چه شکلی هستش و یه مثالهایی هم بهتون گفتم. اما این جلسه یعنی جلسه دومی که هستیم، من میام یه تکنیکا و نکته‌هایی رو بهتون میگم که بتونید دیگه استارت کار رو بزنین و خودتون یه برنامه‌ریزی درسی کنکوری داشته باشین. به نظر من پیشنهاد میکنم بهتون حتما یه کاغذ و خودکار کنارتون باشه و این نکته‌هایی رو که بهتون میگم رو یادداشت برداری کنین و استفاده ازش ببرید تا بتونین یک برنامه‌ریزی درسی کنکوری خوبی داشته باشین. اصول مطالعه درسی، اصول این که یک خروجی کاری بهتری داشته باشین، پایه و اساس و اصول اولیش تمرکز ذهنی هستش. تمرکز ذهنی، من میخوام یه نکته رو بهتون بگم، اینه که اگر تمرکز ذهنی نداشته باشین در هر کاری که هستش، ولی حالا مخصوصا موقعی که مطالعه میکنید، برای هممون پیش اومده اصلا فکرمون جای دیگه از حواس پرتی هایی منجر میشه به ذهنمون، میاد این حواس پرتی های وجود داره که میاد ذهنمون رو اذیت میکنه و تمرکز مناسبی نداریم در این بابت. همه ما انسان ها یک امر مشترکی داریم که این امرم خیلی طبیعی هستش، مغزمون به چالش های کشیده میشه، حواس پرتی های منجر میشه ازش که تمرکز مناسبی نداریم، فکرهای الکی یا حالا بگیم نشخوارهای فکری وجود داره. اینا چیزای طبیعی هستش، ولی مهم اینه که شما بتونید یه تسلطی روی مغزتون داشته باشین، روی تمرکزتون داشته باشین، بتونیم اون خروجی کار رو به خوبی انجامش بدیم. طبق تحقیقاتی که انجام دادن 47% از ساعتی که ما بیدار هستیم فکرمون مشغول هستش، حواس پرتی هایی داریم، فکرمون به چالش هایی کشیده میشه. این امر طبیعی هستش و در این باره گفتم مشکلی نداره، ولی مشکل اینجاست اگر بیش از حد بشه و نتونین خودتون تسلط داشته باشین بر تمرکزتون، تسلط داشته باشین بر حواس پرتیاتون، مطمئن باشین منجر میشه که شما تمرکز خوبی نداشته باشین، درسی که میخواین مد نظرتون هستش رو بخونید درس به خوبی متوجهش نشین، خروجی کار بد بشه. پس باید حتما یه کارها و ترفندهایی رو انجام بدین که این تمرکز ذهنیمون رو بتونیم تسلط روش داشته باشیم و به کاهشترین یا بگیم پایین ترین حد ممکنه خودمون به اون حواس پرتیایی که وجود داره رو برسونیمش. اگر هر چی ما حواس پرتیامون کمتر باشه، قطعا مطمئنا خروجی کارمون بهتر خواهد بود. این تحقیقات رو انجام دادن، در علم روانشناسی حتی وجود داره، میگن که انسان وقتی که حوصله‌اش سر میره، یه گوشه میشینه حوصله‌اش سر میره، فکرش درگیر میشه، حواس پرتیای نشخوارهای فکری میاد سراغش، میگه این باعث میشه که فکر طرف فعالتر بشه و خلاقتر بشه. پس این یک امر مثبتی هست، امری که نیستش که بگیم منفی هستش و ضرر داره، امر مثبتی هستش. بیشتر دانشمندانی که تونستن چیزایی رو کشف کنن، اختراع کنن، به این اوج رسیدن که مثلا حالا در گوشه نشستن، فکر کردن، فکرشون فعالتر شده، خلاقتر شده تا به نتیجه رسیدن و خروجی کاری بهشون داده، خروجی کار بهتری بهشون داده. اما اصول اصلی اینه باید ما حواسمون به این حواس پرتیامون باشه، تا حدی حواس پرتی رو داشته باشیم، تا حدی تمرکز ذهنی که وجود نداره رو داشته باشیم و تسلط داشته باشیم روشون. اگه تسلط نداشته باشیم قطعاً خروجی کارمون به مشکل برمیخوره و نمیتونیم تمرکز خوبی داشته باشیم برای درس خوندن و چیزای دیگه. تمرکز ذهنی رو من میام بهتون توضیح میدم و در این باره بهتون میگم چیکار کنید که این تمرکز ذهنیتون رو افزایش بدین. قطعاً اگر تمرکز ذهنیتون رو افزایش بدین، مطمئن باشید که اون مطالعه درسی که وجود داره به خوبی انجامش میدین و خروجی کار خوبی رو دارید. از طرف دیگه ای هم حواس پرتی هاتون هم کم میشه. ولی مهمتر از این من دوباره دارم بهتون میگم، هر چیزی به اندازه خودش خوبه. اگر هر چیز زیادتر فکر کنیم، هر چیز زیادتر حواس پرتی داشته باشیم، مطمئن باشین که به مشکل برمیخوریم و تسلط داشته باشین رو حواس پرتیاتون، تمرکز داشته باشین. بهتون یه تکنیکا و نکته‌هایی رو میگم که بتونین خودتون یه تمرکز ذهنی خوبی داشته باشین، حواس پرتیاتون رو کنترل کنین و تسلط داشته باشین بر حواس پرتیاتون تا بتونین خروجی کار خوبی داشته باشین. تا بسیار ساده هستش و حتما یادداشت برداری کنین که همیشه در ذهنتون وجود داشته باشه و بتونین یه تکنیک‌ها و کارهایی رو انجام بدین که این تمرکزتون افزایش پیدا بکنه و حواس پرتیتون خیلی خیلی کم بشه.
حواس پرتی ها کلا به دو دسته تقسیم میشه. دسته اول به عوامل درونی گفته میشه و دسته دوم به عوامل بیرونی گفته میشه. عوامل درونی و بیرونی چی هستن؟ عوامل بیرونی عواملیش هستن که در اطراف ما، در محیط اطراف ما وجود داره. مثل چی؟ مثل تلفن همراه، مثل تلویزیون، سر و صداها، اعضای خانواده و حتی زندگی ناسالم و از جمله حیوانات خونگی. فکر کنم براتون پیش اومده باشه که وقتی که میخوان یک مطالعه درسی داشته باشین، یه درسی رو بخونین، میبینید صدای تلویزیون خیلی زیاده، اذیتتون میکنه و نمیتونین تمرکز داشته باشین. یا اینکه خیلی‌ها هستن که حیوانات خونگی در خونه نگهداری میکنن و این باعث میشه که تمرکزتون رو به هم بریزه و حواس پرتی ایجاد بشه. یا از طرف دیگه اعضای خانواده‌تون سر و صدا میکنن، مهمونی براتون میاد، نمیتونین تمرکز مناسبی داشته باشین. اما شما وظیفه دارین که در اون محیطی که هستین محیط رو به آرامش خودش برسونید. کاری کنید که تمرکزتون افزایش پیدا بکنه. مثلا وقتی که میبینین در محیطی خیلی سر و صدا وجود داره، برین عامل اون سر و صدا رو، اگه مثلا میتونیم مثل چی بگم، مثلا تلویزیونتون خیلی صدا زیاده، برین تلویزیونتون از اعضای خانواده بگین که اطلاع بدین، بگین که ما داریم درس میخونیم، ما داریم مطالعه میکنیم، لطفاً صدای تلویزیون رو کمش کنین، در حدی باشه که بتونید تمرکز داشته باشین. حیوانات خونگی دارین در خونه نگهداریش میکنین، سعی کنین از خودتون دور نگهش دارین تا بتونید یه مطالعه درسی خوبی داشته باشین، تمرکزتون بالا بره. اگر تلفن همراه دارین، حتما و قطعاً این تلفن همراه رو از خودتون دور نگه دارید. تلفن همراه بسیار بسیار معضل بزرگی شده برای دانش آموزا و از جمله همه مردم که نمیتونن این تمرکز خوبی داشته باشن، حواس پرتی ایجاد میکنه. پس عوامل بیرونی ما میتونیم کنترلش کنیم، فقط بستگی به خودمون داره. محیطی رو انتخاب بکنید که اون محیط در سکوت و آرامش خودش باشه و شما بتونید تمرکز مناسبی رو اون درس خوندنتون داشته باشه. حواس پرتی درونی چیه؟ حواس پرتی درونی اغلب در درون خودمون ایجاد میشه. چالش هایی وجود داره، مشکلات و معضلاتی وجود داره که در درون و فکری خودمون به وجود میادش، از جمله به احساسات و افکارات خودمون برمیگرده. این حواس پرتی درونی ما باید روش خیلی تمرکز کنیم، خیلی تسلط داشته باشیم روش. اگر این حواس پرتی درونی رو بتونیم کنترل کنیم، مطمئن باشید که حواس پرتی بیرونی و از جمله یک خروجی کار مناسبی رو بهتون میده. حواس پرتی درونی مثل احساسات، مثل اضطراب، استرس، مثل افسردگی، نشخوارهای فکری و چیزهای دیگه، بی‌حوصلگی و چیزهای زیادی وجود داره، تنبلی، اینا باعث میشه که این تمرکزتون و حواس پرتیتون منجر بشه که نتونین یک مطالعه درسی خوبی داشته باشین، نتونین مثلا خروجی کار خوبی داشته باشین. پس باید رو اونها تمرکز کنید و سعی کنید اونها رو از بین ببرید. درسته از بین نمیره، اضطراب یه چیز امر طبیعی هست، وجود داره، نمیشه گفتش که اضطراب رو باید یا استرس رو باید کلا برداریم، نه، همچین چیزی نیستش. این اضطراب و استرس هیچ شخصی نیست بگه که من نه استرس دارم و نگرانی وجود نداره و خیالم خیلی راحته، همچین چیزی وجود نداره. همه انسان ها استرس دارن و این امر طبیعی هستش و واقعا هم لازم هست این استرس، ولی باید تسلط داشته باشین این استرس رو خیلی خیلی کم رنگش کنین، خیلی کمش کنید تا بتونید بر تمرکزتون حواس داشته باشه. حواس پرتی هایی که وجود داره رو بذارید کنار، تمرکز خودتون رو افزایش بدید. این حواس پرتی های درونی به 3 عامل بستگی داره. اگر این 3 عامل رو داشته باشین، مطمئن باشید که به کامل میتونین حواس پرتی درونی رو خیلی خیلی کم رنگش کنین یا یه جورایی از بینش ببرین. درسته نمیشه از بینش ببری، ولی میتونین کم رنگش کنین. اولین نکته ورزش منظم هستش. روزانه یا هفتگی شما ورزش داشته باشین. این ورزش باعث میشه که داروهای ضد افسردگی، داروهای ضد استرس و اضطرابی که وجود داره رو جایگزین بشه و به راحتی استرسی که دارین رو کاهش بده. ورزش منظم کمک میکنه استرس شما رو کاهش بده و تمرکزتون رو بالا ببره، حواستون رو بالاتر ببره. نکته بعدی داشتن تغذیه مناسب هستش.
مصرف مکمل‌های همچون سبزیجات، ویتامین‌های B و از جمله کلسیم و چیزهای دیگه میتونه خیلی کمکتون کنه تون افزایش پیدا بکنه. این مکمل‌ها، این خوراکی‌ها باعث میشه که چربی سوزی بشه و یه جورایی کمکتون میکنه تمرکزتون بالاتر بره، حواس پرتیاتون کمتر بشه. موضوع بعدی و نکته بعدی استراحت کافی و خواب مناسب هستش. اگر استراحت کافی داشته باشین، خواب مناسبی داشته باشین، مطمئن باشید میتونین به خوبی رو اون کاری که میخواین انجام بدین تمرکز مناسبی داشته باشین. بعضیا هستن خواب کافی ندارن ولی خیلی پافشاری میکنن رو اون درس و مقاطعی که میخوان بخونن، اما آخر سر اون رو یاد نمیگیرن. اگر هم یاد بگیرن خیلی جزئی و کوتاه مدت هستش که در ذهنشون میمونه. و نکته آخری تعیین کردن هدف و اولویت بندی هدف هاست. یعنی چی؟ یعنی این که شما بیاین یه کاغذی رو بیارین و این کاغذ تعیین کنید، مشخصش کنید، اولویت بندی قرارش بدین، اهدافی که وجود داره. مثلا شما ساعت 8 صبح بیدار میشین از خواب، چه برنامه‌ای دارین تا ساعت 12 شبی که میخواین بخوابید؟ برنامه ریزی هاتون رو بنویسین، اهدافی که دارین رو بنویسین. یه کاغذ دیگه هم بیارین، این کاغذ دیگه هم در مورد اهداف زندگیتون، یعنی مثلا میخواین چه دانشگاه قبول بشین، چه رشته‌ای بیارین یا چه نمره‌ای رو میخواین کسب کنین از اون درس. این باعث میشه و از جمله این رو بذارین جلوی چشتون، یعنی کاری کنین که همش جلوی چشتون باشه، چون که بهتون انگیزه میده و تمرکزتون خیلی خیلی افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه هم برنامه ریزی ایجاد میشه و کاری میکنه که تو درس خوندنتون، تو کاراتون یک برنامه ریزی خیلی خوب و استانداردی ایجاد بشه که این حواس پرتی هایی که وجود داره رو به حد ممکن صفر برسونه، تمرکزتون خیلی افزایش پیدا میکنه. خیلی ها بودن که با نوشتن اهدافشون و جلوی چشم گذاشتنشون، یعنی هر روز میرفتن، هر دقیقه میرفتن نگاهش میکردن، یه انگیزه بالایی رو بهش کسب میکردن و دست پیدا میکردن بهش و حواس پرتی هاشون به حد ممکن صفر میرسید. این حواس پرتی های درونی هستش. نکته هایی بودش که بهتون گفتم. حواس پرتی های درونیتون رو اگه کنترل کنید، مطمئن باشین به خوبی میتونید بر حواس پرتی های بیرونی هم تسلط داشته باشین. حواس پرتی های درونی مقداری حساس تر هستش. پس با این ترفندهایی که بهتون گفتم حتما انجام بدین و نتیجه کار رو خودتون با چشای خودتون حس میکنید و میبینید که به چه شکلی خواهد بود. جلسه دوم رو خلاصه بندیش کردم، زیاد طول ندادم، نمیخواستم زیاد اذیت بشین و حوصلتون سر بره، به همین خاطر جلسه دوم رو تمومش کردم، به اتمام رسیدم. در جلسه سوم، آخرین جلسه‌مون که هستش، تمام نکته های بعدی رو بهتون میگم. نکته های دیگه هم وجود داره، نکته های دیگر رو در جلسه دوم بهتون میگم. دیگه خودتون بتونید استارت کار رو بزنید و یک برنامه‌ریزی درسی کنکوری داشته باشین که نیازمند به کسی نباشه، هزینه زیادی نکنید و قطعا نتیجه هم خواهیم گرفت اگر انجام بدین، به شرطی که انجام بدین و پایبندش باشین. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و سلامت و پایدار باشین هر جایی هستین. تا جلسه دیگه، امید خدا.